امروز 17 ایول است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. در 15 دقیقه بعدی من شعله گلخوجه با شما خواهم بود. نخست از سرخط موضوع امروز شروع میکنیم. ابلاغ خبرنگاری رادیوی آزادی به مسئولان دعوتی جوانان به ارتشگران افتاد. داستانی حربی منطقه کلوب 3 نفر را جزا داد. ایران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به استفاده مشترک بندری چوبهار دعوت کرده است. توانیم که در اونجا یک مقدار زمین را اجاره گیریم و اینفراستراکچور خودمان برای بارهای خود تاجیکستان اگر اونجا انبارها در نظر داشته باشه، میدانهای بارفراری اگر تشکیل کنیم به منفعت کار می‌بود. و مربی شناخته روس اوید به جودو به تاجیکستان آمد تا اینکه ورزشکاران تاجیک را به سبقت‌های بین المللی آماده کند. داستانی حربی منطقه کلوب امروز در یک نشست خبری اعتراف کرد که در سال 2019 چند حالتی با زور جلب کردن جوانان به ارتش آشکار شده است. یکی از این قضیه ها مربوط به خبرنگاری رادیوی آزادی است. دادستانی حربی گفت کارمندان کمیسریات حربی و شخصان مسئول به دعوت جوانان که می‌خواستند غیرقانونی محمود جان رحمتزاده را به ارتش برند مجازات شدند. کماند شعبه دعوت یک نماینده سکتر خصوصی شهر کلوب و یک نفر دیگر کماند لیسا 3 نفر در اساس نهاد اتفاق و جوبه سخت حادثه ابلاغ شدن خبرنگاری رادیوی آزادی روز 10 می در مرکز شهر کلوب رخ داد. محمود جان رحمتزاده را مجبوری به ماشین بار کرده بعد دعوایش که او افسر است به کمیسریات حربی نبردند، ولی بعد نشر گزارش داستانی حربی نسبت این افراد تفتیشات را آغاز نموده بود. وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید امسال طرح بنیادی راه آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان آماده می شود. بعد از این برای شروع ساختمان مبلغ جدا می گردد. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات معلومات داده شد. در همین حال ایران هم به کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است که انبارهای خود را به طور رایگان در بندر چوبهار بسازند. جزئیات بیشتر و شادمانیتی در دست دارد. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند که ایران به کشورهای آسیای میانه پیشنهاد کرده است که میتوانند از بندر چوبهار قطعه‌های زمین را به طور رایگان اجاره گیرند. روز 17 ایول ضمن نشست خبری این وزارت اطلاع دادند که این پیشنهاد جانب ایران در نشست اخیر سازمان همکاری‌های اقتصادی صدا داده است. پیشنهاد کرده است که یک قسمی همون در همه خودی پورت یک قسمی زمین رو به اجاره به پول پیشنهاد نموده است و این کار در رویه اول قرار دارد و حاضر این کار دوام دارد. پیگیری کرده است از جانب وزارت کارهای خارجی نسبت مسئله جدا کردن زمین در چوبهار برای هر یک دولت‌هایی که به بحر راه ندارند. بندر چوبهار در حدود ولایت سیستان و بلوچستان و در ساحل خلیج عمان جایگیر است. هنگام جاری کردن تحریم ها بالای بعضی از بخش های اقتصاد ایران در تیر ماه سال 2018 مأموریت دونالد ترامپ چوبهار را از این تحریم ها آزاد کرد. کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان که به بحر راه مستقیم ندارند می توانند در این بندر انبارهای خود را سازند. بندر حالا در مرحله ساختمان قرار دارد. پورت از 4 مرحله عبارت است. در 2 مرحلهش نو کارها آغاز شدند. مرحله ساختمانی. لیکن ما هم اگر که توانیم که در اونجا یک مقدار زمین را اجاره گیریم و اینفراستراکچور خودمان برای بارهای خود تاجیکستان اگر اونجا انبارها در نظر داشته باشه، میدانهای بارفراری اگر که تشکیل کنیم به منفعت کار می‌بود. لیکن این از طرف مقامات وکالتدار جمهوری باید که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان این یک از وکالتدار کرده شود. به قول کارشناسان بندر چوبهار میتواند راه ارزان انتقال بار برای کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان شود. یگانه روزنی که بسیار برای ما موافق می شود و ما میتوانیم طریق آن برایم به آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، کشورهای اقیانوسی وصل شویم. تنها چوبهار بوده میتواند، زیرا چوبهار در مقابل بندر گوادر پاکستان ساخته شده است که بندر گوادر را علاقه هند و پاکستان آباد کردند. طرح بنیادی بندر چوبهار سال 2000 از جانب روسیه، هند و ایران امضا شد و حالا در صدد انجامیابی است. در صورتی از این دالان استفاده کردن تاجیکستان یک راه نو و الترناتیوی انتقال بار به کشورهای خارجی باز می شود، ولی معلوم نیست کی عملی خواهد شد.
مادامی که سخن از نشست‌های مطبوعاتی رفت خاطررسان می‌شویم که دیروز زرانگیز نوروشو در نشست دوستانی شرکت داشت و درباره تحقیق مرگ 14 محبوس درو معلومات داده بود. قبل از شروع برنامه امروزه من از او درباره تفصیلات درخواست دوستانی کل از مقامات انتظامی روز درباره نشر عکس‌های تحقیرآمیز گروهی مهاجران تاجیک پرسیدم. بله شهلا، موضوع به نمایش گذاشتن بدن اوریان مهاجران تاجیک از موضوعهای بود که دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری خود به آن توجه خاص کرد و این عمل را غیر انسانی خواند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری خود در حضور خبرنگاران گفت عکس‌های اوریان و شیم‌های دریدری 8 مهاجر تاجیک را که با گمان قتل ورزشکار روس بازداشت شدند آنها هم طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیدند و فوراً به عنوان دادستان کل روسیه نامه ارسال نمودند و گفت در این نامه آنها خواستار تحقیق قضیه شدند. از طرف پروکراتورای گنرالی پس از دیدن همین رسم‌ها همون لحظه مکتوب به پروکرور گنرالی فدراسیای روسیه چایکا آماده کرده شده فرستاده شد و خواهش کرده شد که نسبت آن شخصانی کارمندان حفظ حقوقی که نسبت شهروندان ما چنین رفتار غیر انسانی را دیدن اگر در اصل از طرف آنها رخ داده باشد چاره‌های قطعی اندیشند. دادستان کل تاجیکستان که در حضور خبرنگاران صحبت میکرد ظاهرا با این قضیه خوب آشنا بود و نام و نسب مهاجران را یک یک ذکر کرده گفت هنوز پاسخ مکتوب خود را از روسیه انتظارند. مقامات تاجیک میگویند تحقیق این قضیه از سوی مقامات انتظامی روسیه ادامه دارد. عذر زرانگیز که بود دلایل اخلاقی ما نمیتوانیم عکس‌های مهاجرین تحقیر شده را نشان بدهیم. بینندگان ما امکان دارند با تفصیل در این باره در وبسایت رادیو آزادی بخوانند. اما اگر از این بگذریم تا جای فهمیدیم نشستی وزارت عدلیه نیز دیروز سرباز گذشت و تا جای میدانیم از کارگران زک زیاد شده است. البته موضوع مهم در نشست وزیر عدلیه هم بازم قضیه محبوسان زهرآلود شده بود که گفت آنها ادعای والدان این محبوسان را که به زهرآلود شدن فرزندانشان شک دارند تحقیق خواهند کرد. اما موضوع پربحث دیگر در نشست واکنش وزیر عدلیه تاجیکستان به بیانیه بحث برانگیز رئیس ولایت ختلان درباره کار زنان بی شوهر بود. او این اندیشه رئیس ولایت ختلان را نادرست خواند. یک چه بیانات گیرید باید کانکریت نگاه بزنید. اگر یگان کارگر ما باشد باید کنه میبخشیدون ما کارگروی ما هستن که شوهرشون در وقت جنگ وفات کرده هستند یا که از بیماری وفات کردن. من چی وزنه که کار پیش کردن در کار است خیلی گپ نشد. اگر دقیق یگان وای چی باشد مرحمت باید از طرف دیگر زنگ و نگار نیست که وای تنها زندگی میکنه. ما برای چی فقط همین عامل قطعی ما بهاگذاری کنیم. این خیلی بهاگذاری خوب نیست، درست نیست. من اگر این 2 هفته پیش از این قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان گفته بود اکثریت مدیران شعبه‌های ثبت اسناد حالت شهروندی شهر و ناحیه‌های ولایت عائله‌دار نیستند و ماهیتاً به باور او باید در این وظیفه‌ها آنها فعالیت کنند که عائله سالم و استوار و نمونوی دارند. وزیر عدلیه تاجیکستان گفت به این اندیشه کاملا راضی نیست. در تاجیکستان رهبران اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی معمولاً زنان هستند. تشکر به زرانگیز نوروشو که به سوالهای ما از دوشنبه پاسخ داد. در این قسمت برنامه درباره یک مربی شناخته گوشتی برای شما معلومات میدیم که به تاجیکستان آمده است. او تا امروز چندین جام پهلوان تاجیک را برای شرکت در مسابقه‌های بین‌المللی آماده کرده است. نرزلای لطیف با این مربی صحبت داشت. ولادیمیر یلچنینوف مربی شناخته روس اوید به جودو مدت 3 ماه است در دوشنبه فعالیت دارد. نفری که پهلوانان معروف تاجیک رسول باقیف، نعمت الله اسرانقلوف و کامرانشاهی استاپیریان از مکتب او گذشتند. من از سال 2005 تا این جانب با پهلوانان تاجیک علاقه‌مندی دارم. طول این 13 سال ما با همراهی بچه‌ها تمام نتیجه هایی که در جودو است به دست آوردیم. از بازی‌های المپی و قهرمانی جهان سر کرده تا بازی‌های آسیایی و جام جهان. یلچنینوف برای کار به کلوب ورزشی وستن دعوت شده است. این باشگاه سال 2010 با سرپرستی پهلوان معروف تاجیک نورعلی شریفوف
نخست در ناحیه درواز بعداً در شهر دوشنبه تأسیس یافته است. تالار ورزشی وستان عضو تیاری دیده است برای مسابقه جام آسیا که در شهر اکتاو جمهوری قزاقستان روز 18 برگزار می‌کنند. در این مسابقه از تالار ورزشی وستان 4 پسر بچه و 2 دختر اشتراک میکنند. این اولین مسابقه است که بچه‌ها امتیازهای المپی به دست می‌آورند. فکر می‌کنم امکان دارد که ما حتی مدال هم بگیریم. این مربی پرتجربه تاجیکستان را مکانی استعدادهای نادر می‌داند. باور دارد در آینده نزدیک از بین آنها رسول با قیف‌های نو به کمال می‌رسند. خلق تاجیک در گشتی استعدادهای مادرزا دارد. 100 ساله‌ها بابا و باباکلان شما به گشتی مشغول بودند. به همین خاطر بچه‌های شما دارای نشاندادهای بلند در نمود جدا میباشند. این ارثی است. سفر رسمی سرвазири Корея Ли Накион ба Тоҷикистон рӯзи гузашта бо имзои соҳишномаи кӯмакҳои бебозгашт байни ҳукуматҳои ду кишвар ва ёддошти ҳамкорӣ ба анҷом расид. Вале зоҳиран умедвории Тоҷикистон аз ҳамкориҳои минбаъдаи соҳибкорони тоҷику кореягӣ бештар аст. Амрин Олимов дар ин бора гузориш медиҳад. ширкати мобилии Тисел қасд дорад фановарии нави интернетии 5G-ро роҳандозӣ кунад. мо ҳам яке аз ширкатҳои аввалине ҳастем ки на фақат дар Тоҷикистон дар осиё миёна литсензияи аввалини технологияи насли навро гирифтем. Ин технология аслан барои суратҳои беҳадам калон, барои мисол оператсияҳои рақамие ки мисол миллион миллиард ба қавли оён мешавад. аз ин лиҳоз ин технология на фақат барои алоқа аст, ин технология ҳаст ки мошин ба мошин гап мезанад. роҳандозии фановарии 5G ва таъмини шароити ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон аз дастовардҳои ҳамоиши соҳибкорони Тоҷик ва Корея дар шаҳри Душанбе дониста мешавад. ҳайати беш аз 200 нафарии соҳибкорони Корея 2 рӯз қабл вориди Душанбе шуд. дар музокироти рӯбарӯи соҳибкорони ду кишвар ҷонибҳо дар бораи таъсиси корхонаҳои муштарак дар заминаи насоҷиву либосдӯзӣ ва ҳатто парвариши дарахту бутаҳо суҳбатҳо мекарданд. ҳоло бархе аз созишномаҳо имзо шуданд, аммо музокироти соҳибкорони ду кишвар идома дорад ва натиҷаҳои тавофуқоти онҳо дар ҳамоиши минбаъдаи соҳибкорон дар оғози тирамоҳи соли ҷорӣ дар шакли қарордодҳо ба имзо мерасанд. дар ин ҳамоиш 6 созишномаи ҳамкорӣ ва санади ҳусни тафоҳум миёни ширкат ва муассисаҳои Тоҷикистон ва Корея ба имзо расид ва дар пайи ин музокироти рӯбарӯ ки айни замон миёни намояндагони ширкатҳои Тоҷикистону Корея идома дорад, гуфта мешавад зиёда аз 30 созишномаи дигар омода хоҳад шуд. на ҳама аз қарордодҳои дар ҳамоиши соҳибкорони ду кишвар ба имзо расида ба мавзӯи тиҷорат ё хадамоти фановарӣ марбут буданд. муҳаммад Юсуф Имомзода раиси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо яке аз донишгоҳҳои бонуфузи Корея дар бораи тақвияти ҳамкориҳо санади ҳусни тафоҳум имзо кард. خب توجه کردن متخصصان، تبادل دانشجو، تبادل استاد، کارهای علمی تحقیقاتی در تمام سمت‌هایی که برای دانشگاه‌ها برای مزایای تحصیل عالی کسبی خاص است در همه سمت‌ها عملی می‌شود. توجیکستان با جمهوری کره از ماه اپریل سال 1992 رابطه‌های دیپلماتی برقرار کرده است. در 5 ماه سال جاری دو کشور با مبلغ 12.9 میلیون دلار آمریکایی دو گرفت کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 3.6 میلیون دلار بیشتر بوده است. و شام دیروز نجات بخشان از داخل آب دوشنبه در حدود بازار سلطان کبیر جسد دختر جوانی را بیرون آوردند. با اطلاع قسم نوبتداری کمیته حالتهای فوق‌العاده این دختر حادثه تبر و 17 ساله بوده با باور مقامات او خودکشی کرده است. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. گزارش‌های دیگر رو میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. مطالب ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی دسترسند. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما میگردد و تا برنامه فردا خدا نگهدار شما باشد.